دادگاه نویه ژلزنودoroژنی شهر پنزا واقع در تقریبا 650 کیلومتری جنوب و شرق شهر مسکو پایتخت روسیه یک شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم اول ماده 18 کودکس جنایتی روسیه در تخریب فعالیت مؤسسه اصلاحی عملا برای استفاده زوراوری و لطکوب یک زندانبان به 4 سال زندان محکوم کرد. این حکم نو شهروند تاجیکستان در حال صادر شد که از 6 سال و 9 ماه حکم قبلی او همگی یک ماه دیگر باقی مانده بود و او میبایست ماه آگوست سال 2023 به آزادی میبرآمد. خدمات مطبوعات دادگاه نویه ژلزنودoroژنی شهر پنزا روز 12 ایول سال 2023 خبر داد که این شهروند تاجیکستان قبلا نیز با جرم استفاده زوراوری به 6 سال و 9 ماه زندان محکوم شده در یکی از محبس‌های واقع در پنزا ادای حکم میکرد. خود محکوم شده برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیست، ولی مقامات زندان در جریان مرافعه دادگاهی به او بهای شدیداً منفی داده گفتند که این شهروند تاجیکستان در طول ادای حکمش در محبس پنزا برای ویران کردن ترتیبات 76 مرتبه جزای انتظامی گرفته، همچون محبوس مایل به خودکشی و بریدن رگ‌های خون خود، حمله به زندانبانها و همچنین برای عقیده‌های افراطی و تروریستی کوشش تشکیل سوختار و تشکیل جنایت با استفاده از تلفن موبیلی در چندین رویخط سیاه محبس پنزا قرار داشته است. خدمات مطبوعات دادگاه میگوید خود این محبوس در جریان مرافعه اتهامات اعلان شده را به گردن نگرفت و برعکس زندانبانها را به ویران کردن حقوق محبوسان و تحقیر و بدرفتاری عیبدار کرده است. ولی دادگاه نه این ایده‌های محبوس بلکه فرضیه مقامات محبس را پذیرفت و محبوس را باز به 4 سال زندان و جریمه به مبلغ 22473 روبل محکوم کرد. او اکنون باید باز 4 سال 1 ماه دیگر را پشت پنجره به سر برد. بنا به آمار اداره زندان‌های روسیه در محبس‌های این کشور بیش از 7000 شهروند تاجیکستان ادای حکم می‌کنند و بیش از 1000 تاجیک دیگر در بازداشتگاه روسیه تحت تفتیش قرار دارد.